میدونستید بعضی کاراکترها توی اینترنت اول برای خنده ساخته میشن، اما با گذر زمان تبدیل میشن به یه چیز تاریک‌تر، چیزی که حتی حضورش حس ترس رو به آدم منتقل میکنه. مارکوس، یه آواتار ساده از VR چت ساخته جوفار که اولین بار در ویدیویی از استریمری به اسم رافلگیتر ظاهر شد. در ظاهر یه کاراکتر خنده‌دار و بی‌آزار بود، اما بعد از مدتی یه چیز توی نگاهش، توی سکوتش و مخصوصا اون جمله معروفش که میگفت This place is a dangerous place. باعث شد مردم حس کنن پشت این چهره چیزی عمیق و مرموز وجود داره، چیزی که قرار نبود دیده بشه، چیزی شبیه به مون چالش، یه شوخی ساده که کم کم تبدیل شد به یکی از تاریک‌ترین کابوس‌های اینترنت. شاید این بار تاریخ داره تکرار میشه، شاید مارکوس یه موجود سه‌بعدی خنده‌دار و عجیب اما پشت پرده به شکل مرموزی در حال وایرال شدن باشه. انگار همیشه یه گوشه از مغزمون دنبال یه سایه‌ای میگردیم که به ترس هامون جلوه واقعی بده و این بار اون موجود مارکوسه. مارکوس شاید یه مدل سه‌بعدی ساده باشه، اما در نحوه پخش ویدیوهاش، در نحوه واکنش مردم و در سکوت و فاصله مرموزش حسی به وجود میاره که انگار یه نیروی نادیده مسیرش رو هدایت میکنه. حالا سوال اینجاست، آیا مارکوس فقط یه شوخیه یا نظر تو چیه؟